علیکم یار و دوستان محترم حضوری کانال برای شما از رفت نوروزی های همین دیار زرافشان نوار میکنم. راستی گپ همین دسترخوان نوروزی را همین اکو همین حاجی بابا برای دسترخوان نوروزی و همچنین به خاطر همین دو تا جوان پسری که شما دیدی سودت آماده کرده هستند. دوستان عزیز ما مرحمت به همین دسترخوان ایدونه. بعد همین دو جوان نامشون چیه بابا؟ علی و محمد جان و مبارز. الهیم خداوند عمر پربرکت برای این دو جوان پسر داد که آینده خدمتگار پدر و مادر و دیار و دولت شوند. دوستان این است دسترخوان نوروزی. دوستان مایهامی عجب ریزد نوروز مبارک باد خورشید حمل خیزد نوروز مبارک باد خوش آمده فروردین جان بخش زمین را بین گی خیزد و بگریزد نوروز مبارک باد. فتشکه زنده ما در سر دسترخوان نوروزی خداوند در کسب کارشون برکات دهد، در کار زندگیشون موفقیت ها خواهانم. دوستان مبارک باد. بینگرد نگاهم را با موی بهارم را با دون گلاب زد نوروز مبارک باد. بادی سحر از گلشن گویا به مشامی من صد موی شام زد. سخنشون اینکه رحمت خوشی‌های زندگی رو برای شما تمنا کردن. اگرچه با سخن نتوانستن اما در چهرهشون هویدا بود که برای شما تمنیات خوب داشتن. عید مبارک که عید نوروزش مینامند و همه خلق دیار ما فعلی پوری تیجی امانی دولت ما هم دیدی ایلایم دولت ما قربون دایم خوف باشد، دایم در امان خدا باشد. دولت ما راهبرای دولت ایلایم خدای تعالی صحت سلامت دارد. بعد همین عید نوروز با حاصلهای نوی پربرکت خدا نصیب ما گرداند. اللهم اینی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدین و الدنیا والآخرة. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة. این دعای نیکی اکای علی محمد برای کلی بیننده ها زنده و سلامت باشه. الهی خداوند در عمر جانشان برکات دهد. من خداوند این شهرها را نگهدار باشد برای اهل خانواده هاشون زنده و سلامت باشند. خداوند همشون رو نگه دارد. این بود عمده که نوار گرفتم از محله باغ، نواباد باغ. زنده و سلامت باشن. ایدین همیشه دسترخواناشون پرناز و نعمت باشن. برکه آوان.